سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. حسن افیای هستم. امروز 10 KCP شارژ کردم، اومدم برم سراغ فولگردونه اودن متیک. اول کار بریم سراغ این انیمیشن جذاب این گان. واقعا بچه اودن متیک یکی از بهترین گانای متیک بازیه که تابال به بازی اضافه شده و واقعا داخل مولتی و داخل بتل جفتش رنده میکنه. مولتی که 2 شات، یعنی واقعا 2 شات، داخل بتل هم خداییه. بریم سراغ دور اول گردونه. زیاد وقتتون رو نگیرم، سعی میکنم کمتر صحبت کنم که ببینید گردونه رو. بسیار عالی. اولی که دنسشو بهمون داد. بچه ها این درباره این کلتش واقعا طراحی خفنی داره. بعدش این اسپرش هم که واقعا اسپری معروف اسپری بروکن، همیشه تو دنزاش هستش. یعنی من تو دیدم همیشه تو دنزاش هستش. بریم واسه دور ششم این گردونه. واسه دور ششم. خب کلتشو داد. بسیار عالی. بچه داخل بتل هم تو ویدیوهای تست اودن متیک داخل بتل یه اتچمنت باف خفن میدم که تست کنید و عشق کنید. داخل مثلا اودن اپیک یا متیک شاید یه ذره بچه این اتچمنت های متیک و اپیک واقعا یه ذره لجند و اینا خیلی فرق داره. مثلا اتچمنت کریم لجند، واقعا اتچمنت اپیکش با متیکش با لجندش هزاران فرق داره بچه. لجندش اصلا خداست. خب دور یک شیب آخر که 100% اسکینه، اصلا فشار نخور. بسیار عالی. و اینم گان و اینم 2K300. بریم واسه گرفتن گان بچه ها. چون من اسکین دارک شپرد متیکم زدم و تایپ 25 آرترینم زدم، یعنی الان با این گردونه که اودن رو میزنم گان پرستیژ هم میگیرم. گان پرستیژ سیزن 2 که آرگوس هستش. واقعا آرگوس خوبیه، رنده است. این هم اودن بذاریم داخل بتل. تو مولتی هم یه اتچمنت خفن معرکه. این هم گان پرستیژ بچه ها. آرگوست گان پرستیژ خفن بچه. آرگوس لجند ندارم داخل اکانتم و این اولیشه. بسیار عالی، خیلی خفنه. ایم خفن و بازی هم داره بچه ها، واقعا جذابه. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و ساب فراموش نشه. با این لایک و ساباتون واقعا به من انرژی میدید. خیلی ممنون که تماشا کردید.